پس از فرار اشرف غنی از افغانستان، عبدالله رئیس پیشین شورای عالی آشتی ملی در صحبت با ایندیا تودی گفته است که فرار غنی سبب اساسی سقوط حکومت است. با فرار غنی وضعیت کشور مبدل به یک حالت پر از خرج و مرج گردید. گفته است عبدالله مشکلات در نظام اداره‌کنی حکومت پیشین، فساد و مونوپولی غنی را مسئله های مهم نامید که بین مردم و حکومت پیشین فاصله ایجاد کرده بود. با گفته او این مسئله ها در نهایت باعث سقوط نظام شدند. باید بگویم که مشکلات بیشتر در سیستم زیاد بودند که در آن شبهه نیست، از جمله انتخابات ناسالم پس هم، عدم اعتماد غنی بالای مردم و رهبران کشور که باید در اکثر آنها او را مقصر دانست. فساد مسافه بین مردم و حکومت سبب سقوط نظام شد، گفت عبدالله. رهبر پیشین شورای عالی آشتی ملی امضای سازشنامه دوحه بین IMF و طالبان را سبب نبودن صلح در افغانستان می‌داند. با گفته او یک قطار بندهای سازشنامه خیلی ضعیف بودند. امضای توافقنامه در دوحه میان امریکا و طالبان با گونه‌ای که داستان امریکایی ما با وجود مخالفت‌ها در درون حکومت آن کشور و همه جانب‌های داخل سرانجام منجر به ناپایداری صلح در افغانستان گردید. گفته است او پرزیدنت سابق افغانستان روز 15 آگوست در پی آمدن طالبان پشت دروازه‌های کابل از پایتخت فرار کرد. گفته می‌شود غنی همراه با چند تن دیگر از تیمش با خود 169 میلیون دلار را با خود بردند، اما این ادعا را پس از 2 روز فرارش رد کرد. IMF گفته است که قضیه پول‌های ربودن غنی را تحقیق خواهد کرد.